باز نام دختر خدا یاد کردم میره که ما او مریض است تو اساتید حالا برش میگم که برش زنگ زدم او رفت خانه امیم گفتی اوی که میم یا میرم خانه زبان بازی میکنی نی ببین زبان بازی چقدر بدش میاد. ما بر تو وعده کردم که نمیزنم گفتم نمیزنم و حالا ما چی کردیم این کس از من نیست از مردم است از یک رفیقم از شوجا پدرش گیرش کرده بود. این در جیب تو چی میکنه که از رفیق تو هست؟ خب از اینکه ققال مقال کنی شروع کنی بیخی مرا دیوانه کردی. نسوار باز وقتی خیلی نسوار که شروع میکنیم چرا سر مقال میکنی کار کن جو خانه نسوار گرفته؟ خب میگم که امور نزنی خوب است اینا کلگی از تو بد میبره اینا چطور خوب است؟ این قیب مفکوری شیطانی را ای از کجا کد بچیم؟ حالا ما هم یک زن هستیم ما هم خامت کارا ریاد نداریم. استاد شیطان است مادر دقسش نشو. سلما خودت میفهمیده شفاخانه میباشه زیاد کار داره نی؟ مادر خورو چی شد؟ خورم رفت دستشوی. ما خب میبینیم که یک رقم هستی. حالا من چی بگویم مادر؟ چی بگویم برش؟ یعنی میکنم گپ که بزنم من درد دل کنم میگی پیشروی خورم میگی بگو پیشروی غیر از اون تو نمیتونی دیم من میبینیم که دیگه رقم شدی باز. او مادر گپ خدا دادم پیش خدا دادم. آل تو سعی کنی سلما را زنگ زدم برش دختر کجاستی؟ چی میکنی؟ من در شفاخانه هستم. نیم شو نمیم نوکریستم. مادر جانو از یک شو دو شو نوکری نمیکرد. از مخاطر جگر خونه هستی تو؟ بیخی جگرم خونه اونمو نانور خانه ما بود اونمو بچه خانه ما بود اونمو کلان خانه ما بود مادر. خیلی که بود او زین از او خوش آپیره تغییر داد که خارج خود نرفته. آلی چی تشویش است؟ خود تا میگی که نوکری بود دیگه ای چی گپ است سر بخدا. آلی دیگه تمام پیتیکو پشت از دیگه یکش بسر رسید دیگه شروع میکنی. آلو مادر زین دختر گشتاند تو چی میگی چطور تشویش نکنم؟ نه گشتاند مغز دختر گشتاند حالا کم گپ خونی سو دلت میگرده ای گپا. او مادر دیگه راست میگی. اما میگه دل آدم میسوزه شار آدم نمیسوزه خود دل آدم میگه کمیش که دختر تو بیخی از خانه که غمکش شدی گاهی به تشویش کن گاهی به تشویش کن دیوانه شدم. دل رقم اشار رقم نی. او مادر ما چی میگم نمیاردی دختر غم جان برات آورده رفتی یک تمام نشد دیگه یک گل مشکفانه چی حال است چی روز است مادر گل نشکفانده اون همیالی میگی شاپیرای بر از او ذهنش خراب که کی تو دختر از این نیستی دختر فرزندیش هستی. ایره گفتیش ایره گفته که او دختر حال پای سخت کرده شب خانه نمیایه مادر. خفه خونه شدی پیاده سر توتا میکنم. نه گفتی نیست. هی دیگه چیزاش خودم جور میکنم. صحیح است. یک پیازش تو توتا کو. خوبی بس باش ما خلاص کنم کار ما بس کچولو تو توتا کو. قرمه کچولو کنیم بچه‌اش نه؟ قرمه کچولو. صحیح است. برانی شواره کنیم. اما تو خوش داری. راستی آرزو جان قصه خال نصیفه چی شد؟ هیچ چیز نشد دیگه. زن کاکای تمام. خب
او بیچاره دیگه فامیلشون تا جوان مرگ شده دادن نواسگکاش دخترش تک تنها مونده دیگه تو تک تنها نیست خداماتش هستک اصلا آلی چرا این موضوع رو در لالا اجمل گفتی؟ این حال باز یک کدغال مغال میکنه سر از جنگ و دعوا مریم جان اگر ما میگه بر از لالا اجمل نمیگفتم خوب ببین که امروز همی کار کرد ما از خانه و زندگی از مادر از خوارا کلشان جدا شدم کلشان جنگ و دعوا کردم که میایم باش پیش از همین میایم حالا ببین که این کارا کرد امروز این کارا میکنه همین چرسی و پودری میکنه خدا خیمه باز دیگه چی کار هستم در زندگی ازی اگر امروز ما برش نگویم سبا برش نگویم خیلی دیگه چه رقم بکنم مادرم گفته قما گفتیم نشد از خب مجبور هستم که دیگه سرش دیگه چپ کنم باید هر چیزی که در پیشش دیدم دیگه اورا اوسو بندازم چی کنه مادر کت از این من چی کرده بچه مولی که چیزی نکرده چی کرده هم یار بار از وظیفه من یک جگر خونی را مدای خانه میبینم چی کنم کت از این بالاخره سیگرتی میزنه چرسی میزنه پودری میزنه امروز صبح علاج کنم قمارم شروع میکنه من میزنم بچه این کوکه که میزنه سیگرتی خودو چرس خدا نکنه تو گپا نزن جان مادر چون تو گپا میزنی حالا من سکو سیگرت چی در نسوار ایلا که نمیال کلمه یک سیر شده همه زیستیم گفته چیزی باشیم تا کار ساستا ایلا نشه یک دفعه یادم نمیتونه کمال ایلا کنه او مادر امی بی غیرت امی دختر مردم آورد نه آورد امی خانه شان تو میبوندی که مور یک دفعه قرض وا میکردیم یک آروسی میکردی به نام یک میوردی در خانه چرا آوردی تو پکل در خانه شاندی تو بچه مال من بر مادرش بودم تسلیم کردم که بچه‌م قرض وا میکنه میای نکاح میکنه 4 نفر نان میتیم وقتی که مادر خودش کتی جنگ کرد جور نامد بیکش از سجاد از خانه کشیدش خود دختر اقامت مخ بازور نوردش قند مادر خود حالا تو میفهمی ما هم زنم همین کارو میکنه این کارو که دختر خود از خانه بکشه خودش پرسان که بوتر این مادر بی غیرت که نمیبود نمیامد تو دختر در خانه چرا تو میکنیم بی عزتی را هر بار که میام شما یک گل ابو داده حالا تو سیگرت چرا میزنی ندادیم سیگرت او روز که گیر کرده بوده که از من نبوده ما برشم گفتم که در جیبای من دست نداره یک آدم مرد در جیب بچه روی تا خدا ببینه نکنی کارا را نکن ما تو مرد است میفهمیم که در جیبای ما چی میباشه نمیباشه اون سیگرت روز که دیده گفتم از من نیست سرزمون جنگ و دعوا گرفته که سیگرت تو میزنی ما مادر خبر داری که من نمیزنم راست میگه نمیزنه البسکای قمخ پیسه داره پیسه نیست دیگه نیست خودش هم نکو مادر پیشی نکو کی را تو نمو تو کدی نکو که سبا روز دیگه گلاب ابو میته کاسنس جمع کنه نکو حالا او خدا شور میگرفت تو چرا تو شد او مادر هر آدم هوشیار که باشه در گوش نمیگه پف کنی خونم در دلش هزار گپ میگرده خود چی هوشیار او قوام نداره مادر هوشیار خانه ما خواهد چه تو عالم بود باید از که گفته بود قصه گپش نمیشد از ما تو یک مشوره میگیرم که چرا تو راست دیگه نه او گپا نبودن نیست مادر از خاطر مادر او ام صوبکیام که خیستو رفت کتما خدافیزی نکرد نه ما هم ندیدمش او که ما که خواه میبودم و در خواه روی مرالوچ میکرد ماج میکرد میرفت مادر این دختر فکرش خراب کرد ذهنش تغییر دادی شاپیره ما میم شاپیره الا در دم به اسب بسته شوی چرا چی بدیم برم رسید همین غیر بدی از او به ما میرسه یک دختر ما بیرا کرد در خانه خودشان این حالی دختر ما به این رقم گمراه میکنه ما چی کنم مادر کسی را نگی نخواد گفته باشه او مادر خیمی دختر قف دست خراب بوی کرده بود حالی بد کنه که در گفت از کنه با نبیا خود دختر از بچه خود نیست نامدی داره ما چی میگم ولی شفاخانه خب این نیست که یک هفته نوکری باشی یک شب است بریم اصلاحات جانش کجا بریم؟ میوش بگیریم دیوال بزنیم بیاریمش که او دختر بیعقل یک تو پسمانی تو هم کارا میکنی مادر این حال ما فهمیدم مادر که دختر نبود که چیز با او دختر نبود بر ما بچه بود مادر خب بچه بود که رفته او خب بازی ما بود مادر اون دختر مرزت گمراه کرد خدایی را میگم اینم رقم ماری جگر خون بسازش دیگه چی کنم یک آدم کوشار باشه در گفته کس نمیکنه دخترای تو مچیم چی بلاست که در گفتی دیگه در گفتی چرسیگه کد رفت کتیش مچیم دخترای تو چی بلاست حالا شما با دختر برین 5-6 تا حالا مادر ما خود دوران ما دیگه چیز بود مادر دورانش دانت گپ نمیبرامد ما حاضر بودیم خوارا حاضر بود برد دیگه بچهش که نامزد افسانات بود او خارج رفته شاید بعضی به خاطر مادرش یا مادرش پیش خود بخواه و هنوز معلوم نیست دیگه تک تنها نیست حالی هم رفته که یک بار خبر بگیره پس میاید خب تو که تشویش از او گرفتی تا گفتم باشه که پرسان کنم که کی زندگی میکنه کی از کتش دیگه به نظر من
خو اینجا خانه ما خوش است که میگه اونجا کرده که میبینیم نواسای میادم میاد دخترم میادم میاد خانه‌ش خالی ما چطور در خانه زندگی کنم. راستی پیش از اینکه قصه اسناد شروع شوه با نواسه خاله نفیسه نامزدش کنی در خانه ما گپش بود میفتیم ما بگیریمش به بیادرم مادرمشان میفتن بگیریمش به بیادرم. خب قسمتش حتما نبوده دیگه تقدیر قسمت به کس معلوم نیست دیگه خیلی چی رقم بکنم انداختی اونم مایده میکردی هر کار که کردی او طرف میکردی مقصد دلال لاجمل نمیگفتی یک رقم نول غالمغال پرته او روز دیگر ندیدی چی حالا انداختن خود چطور میکردم دیگه خب اینا اگر ما نگویم اونمو رو لالاجمل و اونمو رو نصیحت نکنه خود دیگه باز اینا شروع میکنه باز میره که بچهای لندغه رو لوچک میگرده باز میره اونمو رقم کارهای خود دوباره میکنه. من نمیرم اونجا نمیرم. او مریم جان ادیقل خود تو مرا درک بکو که من چرا میکاره کردم من خب به خاطر خوبی خودش میکنم حالا سعی کنم من از این کلگی چپ شدم حالا خود نام من بد شد من نامم بد شد در پیش کلگی در پیش کل قوم و خیش کت فامیل اینه تو شدم چپ شدم کت خوار کت مادر کت کلگی باش به خاطر از این آمدم من اینه میره دوز داشتم حالا ببین خواهی کار بکنه بچه خاطر من در زندگیش چه کار هستم خب دیگه اگه دوستت داشته باشه دیگه گپ میشه. او روز در موبایل زنگ زدم اومد مرا بیاب کرد امروزی کارا کرد خیسه روز یک کار دیگه رو میکنه دیگه مرا اجازه نمیده در زندگیش خراب بندازه ای خب تو باش کسی رو چیزی نگویم خونه تو رو دوست داره شد از گپ تو شو از گپ ما اینه قسنده شده نشد از گپ خب دیگه مجبور هستم میره رقم من دیگه او رو نصیحت کرده برم نصیحت بکو خود زیاد باز برای لالاجمل نگو دیگه چرا پشتی گرفتم میری از میادم نه میگیرم بچه من چی پشتی میگیرم خانه میکشه پیشی من خانه نکشیده دیگه من که دروغ چرا باید نکشیده عمو دختر مظلوم فکر کو کتم بیوجدان خیز فرار کرد رفت از خانه حالا کامل چرا تو جیگر کنی بعد فامیل باز جور کرده میری امی گفت نزن سیگرت بگو نمیزنم خیر گپ مورا گپم دختر بگی کت تو مردی که فکر کو عزت آبروی خود به خاطر درا پنسان گریختان چرا تو میکنی تو از من نیست من گفتم شک از من نیست من از من نیست از راز اندیوالا بوده کنجا در جیبم مانده بوده مرا گفت پدرم میبینه ایره بگی صبح از بین لانم که برای من یک کلان جنجال شد حالا من سیگرت بزنم اینا مادر بوی میته دستم دانم کالای نمیدونه سیگرت نمیدونه روزی که من نسوار اعلان کردم دیدم قسم دادیم دیگه تا بال من ندیدم در پیش نصیحت کن مادر خب نصیحت که به خدا کدام روز رودای برات میکشم اینجا مردهشو مندازم بازهای خدا گرفتم ایرم خب نکو دیگه بس از همه قبیل زدی بس ماست امو دختر فکر که هر طرف میشینه در گریان تو بیوجدان امو رو گریختان دی آوردی حال نکو میره کم خیکت از امو حالا یه چیزی نکرده خودت ناق با نگیری میکنه یه خیلی چیز نگفته چی گفتیش و جمپر خدا اینجا برد من سه تا سیگرت کشید قسم خورد گفت من نیست از دیوالم است دیگه ناقی چرا گریان میکنه گپم معلوم نیست حالا امیر چرا بزنم چرا هم سیگرت رفت خدا در جیب خود بانه من میگه گفته که من پدرم خبر نشه میان دیوار دیم کوچک چیز زندگی میکنه پدرم خبر نشه که مرا میزنه هی پیشت باشه در جیب زیام یادش رفته بچه برو کار کن زن تنها دادم شورا برش دادم فهمیدی دیگه من تکرار نمیکنم گپا برات با خدا هم پیرا بیایم که سر صدای کسی که شکایت کنه با تو سایلت کو صحیح این دخترای زمانه مادر خب کلشون خوش کتماق است دختر شیرینم دیگه زمانه گفته تمام روز پشت ازش برو قار کرد پشت ازش برو قار کرد پشت ازش برو شنگلی رفتی چی ولی انداختی ناز بتی دیگم تمام روز سلما جانم ناز بتی نال بگی خیلی پوره کن مادر اگه نازم بتم میارزده ناز دادنم جگر خونه دختر میشه و تامشه و خو نکنه بلا پس که جگر خونه قار نمیکنه و دختر تو چرا قبی عقل شدی دخترم قار کرده سه شب خانه نبه خلاص است دیگه نامش بد است مادر نگو تو که مرا قلب مستاد نکن مادر بیز ما فهمیدم دمی روزا گفتم که بخیر تو کشمشواری پول دیده بودین عرصو میگشتی نگنی من میرفتم گفتم باش که گپ چی است این حال من او فهمیدم که اون بامان خدایی نکرد مارزوره گفتم چرا خیلی بامان خدایی نکرد قار کرده مادر خیلی بگو دیگه این حال من خب درد دل بعد تو گفتم تو با من یک رای را نشان ما بگم تو خب مادرم هستی تو بگو باشه بگم از این جگر خونی خوی چیز بعد است نمیادم و دیگه چشمکای چارید چی حال روزت شد آخر من آمد پس کسی گفتی سلما و غلبه لاشتی بودی دقیقش نشده که خیلی تو خود تبا میکنی چشمایت کور میشه قلب ضعیف میشه ای دخترم خود سر دختر بیعقل این تو بگوش شو نکاح شو قبر کس نمیفهمه که چی وقت است خیره با بیادرتون بهترین دختر نصیب میشه دیگه بیادرتون بیزن نمیمونه حتما قسمتشان نبوده حتما
مادرم میگفت که اسناد میو و بیادرم و بچه میو میگیرم. خب بازیات خودت نکرد نی؟ خب بس شما خود شیرینی شد داده از او خاطر ما چیز نگفتیم. خب خیر باشه قسمتش نبوده. دیگه یک دخترک خوب به بیادرت پیدا میکنیم بخیر. انشالله بخیر. آره اما تو میری زنده باش کچالو را پست کو بکنم کچالو را بسیش تو من خودم پست میکنم توی ده چی کجا خیر است ما میکنم اگه نه نیولی خودم میکنم کال نوی کل کار سلما نه هیچ گپی نیست. خب کچالو تون کجاست کچالو بگی بیار از بیرون ما برات پست بکنم. من از می که دختر خوب است کل کار ما میکنه اجازه نمیتونه تک خانه خود بری. بیشتر اینه میگه باش سعی از برو ما برم کچالو رو خیمی آرام پست میکنم تا وقت تا میره تو تکو که دیگه زود شود ماموت گوش نشده. سعی از برو تو دراز ریزه کنه میره یا تو تگک خلالی او امی خاله سلام خاله جان. مسی یانده زیاد خوب. شکر تو خوب هستی خاله جان؟ شکر تو خوب هستی؟ جور هستی؟ شکر. چطور است مریضیت گفت مریض بودی؟ شکر زنده باشی جور. خوش شکر. چطور هستی خاله؟ خوب حالا خوب شدی بیخی خوب شدی خوش شکر. شکر که خوب شدی. ما برم خیخانه تکت خالی. خیر میایم باز ما. چطور است دیگه خاله جان؟ شکر زنده باشی. آساناب بچیم خبر شدم بسیار جگرخون شدم. خاله جان امی کل گپ خودت خبر داری؟ باز چی غال مغال داره یا؟ ما چی کنیم از استازی برم نرم نه نمیرم چی کنم بیخی. یا سناد آمد که باش که مریم تناس مادر میگه باش تو تناستی که دستت سبک شاید تو شاید چی کنم میره که هر روز این جنگ و دواست در ای خانه هیچی هم که اومد خوب نشد وضعیتی خانه بیخی بدتر شد. حالا رفته شیطانی که در ای لاجمل گفت نال خب باز غال مغال میکنه دیگه غال مغال دارن بیخی من خسته شدم این دو بیادران رو دیگه این حالا سر صدایشان دارم دیوانه شدم دیگه میخوانم چی کنم بچه برو من اینجا رو جمع کنم. چی حال است اینجا؟ برو کار کو دختر مردم برو نام پیدا کو بتیش. نیست کار پیدا نمیشه. هر روز پشت کار هستم هر دقیقه مادرم یک دقیقه خمق بچیم در خانه نیست چاش نان نمیخورم این کجا میمونم گفت میگن من کار پیدا شوه میرم کار میکنم یه کار پیدا نمیشه. خیلی تو خوب بیادر چیست یا تو کم جای برش کار پیدا کنی خوب است که همین میبان که کل کار بدل ما میشد که تو بیزتی رخ نمیداد ما تاج سر خود میساختمش. 20 دفعه گفتم که همین دختر آمده به خانه به نام نه که رو دو خانه پدرش تسلیم کردم اون سیلاخ مرد نداره نه ای که خدا چوب بگرفتن سیاست را زورشون نمیرسه. با قرآن اگه یک بیادر یا یک پدرش می بود والا گیرن آش نمیبرید و نکو می رقم همونجا تسلیم کرده میموندی که یک شیرینی خورد یک عروسی میکردیم به نام یک نکاح میکردیم میگیم تو خانه تو دختر مردم رو گرفتی بدون نکاح و خانه شاندی عیب نیست هم یک آدم خبر شد چی میگم با مردم او خودش آمد هر روز جنگ و دعوا بود خانه‌شان اعتراض بود که خدا هر روز خمخت تا نمیداد در گوشه اولی مرا گیر میکرد میگفت بگی یک راه جور که ما بیایم که باز خراب است ما خو نوردیم ما میتونیم جنگ و دعوا بود سلما تو گپا میزدش که یا خدا خراب شد مجبور شدم خیلی مقصد سعی خو دیگه برای تکرار نمیکنم سیگارت مگرد دیگه زیب نباید با خدا و دخترم پیر گیران یا سر صدایش ما ببینیم کدام طرف و تو گله نکنی از ما خو صحیح ولی خود تو بگی اگر را نشانم بده که من چی کنم تو خیلی گیران پیش نبرد جگر خونی پیش نبرد یا میریم یا میاد دیگه تا شو چی گپ است مادر دیگه چی کنم هر قدر بگو تو دیگه اگر برو دیگه در زیر درخت نمیکنی در زیر درخت بشی پینگ 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 نش که کار شروع تا بریزان ما اینجا قرار سعی کنم چی بالا بعد وقت بودم چی بالا دخترها در نصیبم کرد تمامش بیچاره نارا که دختر نال و شوی رفت جوان مرد شد از پیششان بیواداری کرد دست دخترها چطور خراب دخترها بیعقل لعده تو باش سلما در گیر ما بیا
دیگه ضرور نیست که من میگه پاره برات تکرار کنم. هر گپ که بود کل گپ کار خوب نمیکنی. خاله جان کل گپ برات معلوم است. از کل چیز خبر داری. امی سلما می کار کرد در حق من. یک دفعه بر من نگفت. از کل گپ خودت برات معلوم داره. شاید مادرم برات گفته باشه. ضرور نیست من دیگه برات تکرار کنم. بچه یک دفعه به من گفتی. من ایس یک خاله. میگفتی که خاله جان نتر کار کردن. خاله جان امی سلما کجا ما را مانده می کار. کجا ما را به گپ زدن ماند. ما خبر ناشدگی وقت شیرنی دادو که مچم فلان کرد و فلان نکرد. از هیچ گپ من خبر نی. امی کل کار سلما کرد. امی مادرم هم که نصیحت کرد گوش شپر کرد سلما کرد. یک دفعه بر من نگفت که تو امی کارم میکنم امی تو قبول داری نداری. نه کار خوب نکردن باید پرسان میکردن. از تو پرسان هی میکردن خاله بچه را قبول داری خوش داری که ما بتیم یا نتیم. خاله او همون کار کرده بودن. هی خاله جان از هیچ گپ مرا به من آگاه نمی ساختن. هیچ گپ به من نمی گفتن. اینمی سلما محکم گرفته بود مادرم که اینمی کار باید بکنی. اینمی را باید به نواسه کاکایم بتی. دیگه خیمه دیگه من هیچ خبر نی که این کار وقت خلاص کرد میگه فلانی کار شد. من شیری تا دادم. آیا نال شما پدر نداشتین. شما تا نخوری کلگی مردم خدا ساختین. امی هر کس که خبر شوه یک گپ میزنید دانه. ای خاله جان دیگه من چی بگویم؟ کار بد شدک. اما مادرت کاش که دور باشه. آن مادر تشویش کرده خدا از بین میبره. خب خاله جان دیگه کل گپ تو خبر داری. دیگه من هیچ ضرور نیست که من رو تکرار کرده برم. خب من برم یک دفعه کار دارم در خانه. ای خدا باز چه سر صد است. اون موضوع را که گفتی دلال اجمل دیگه اون قال مقال داره. ما اومدم از بیرون که باش تو که خواهید گپ میزدی. خب خیر بانش که بفهمانش یک ذره فهماندن خیره که حالا قال مقال سر صدا دارن. بیشی خیره پایین بیشی. دیگه خالت خوب شده بود؟ خوب شده بود دیگه. خب ما اومدم گفتم باش که شما تو بین خود گپ میزنید. یم گرم شد که نان بخوریم. اصاب لالا اجمل هم خراب برش نان تیار کنیم. بان که خراب شد یک ذره مو بفهمه گپه. خدا کنه بفهمه. چقدر بگویم مو بگم یار پیره که من سرم اینه قپاس کلاب کندیدگی مزیا میرم سر کار خود. چرا تو میکنم می؟ حالا خیر سمی اولاد پدرت از بیادرت از برش جای کار پیدا کردم زیر چشم خودت کار کنه نه سیگرت بکشن یک جای مصرف شدیم کار پیدا مصرف شه خرج تو میشه. ولی یک مطلب میگه شش بعد گردن قصاب حالا این بیادرت از مجبوری تو که برش غم نخوری من غم نخورم که از غمش میخوره یا جای تا کار برش خیر بیادرت است. حالا بس کاتم اندی والا کارم ببرم خاط به عزت ما که تموجم یک آبروی ما را خاط ریختن خوب نه دیگه نمیدونم بچه‌م خوب بچه است تو را نمیدونم یک کار پیدا شد که از اندی وال بازی هم خلاص شیم حالا بس کاتم بچه‌ها بان موندیم دیگه حالا کناری هم زنگ میزنه بخه بیا برای او بیادرانش است برای که بریم پشت کار خیلی کار بانا میکنه بخیر لودلا دکارم بخیر برات کار بانا میکنه میگه بخه بیا بازم تو سرات مدد چکاری گپا میکنه بخیر بالا قواره زیرا میگم پت میکشم بخونم کلش از دست کلش از دست خیر انا متکازی چی کنم چی کنی دیگه کشتم شاید تخم خوردی احساسی دل کرد تخم تو شهر مگه نداری دیگه په چی مونامیته الان دختر خجالت بکشه یک ذره کسی چرا؟ نمیکنه میبینی گپشه چرا؟ بینی تا بخور آدم پشتی شوی خودم این باشه در افسوس قفاق سرت وار کنم مشتل زیر مشتلقت بگیرم تا آرام تو من که میگفتم که کار خودش است از خودش در من است سایکیزو شیطانی رو بابایت یاد دادی تا که برو شیطانی شیده کو شیطانی نکردیم فرد جون شیطانی چیزی که نکردیم. حقیقت است گپ حقیقت است ما برش گفتیم خب باز زیر مشتلقت بندازم تا که باز اونو خودم شدی زورت نمیکشه امو کار زورت میکشه باز ما که تو گپ میزنم خب تو باز کی بره یک دفعه باز سر کاری خود یک دفعه باز ما تو خاص زورت نمیکشه وقتی که لالاج مال است باز کار رفته باز زورت میکشه سر من
بیا درک از گناه داره عقل از یا سرش فشار نیار. یک دختر مذکر این جلا میکنه رای خود میره که تندیوالا خود یک دور میره والا غارش نکنم همون تو که پیداش کنم بازم پیداش یک میکنم نیا فیش فهمیدی؟ نکو قضیه سرش فشار نیار بیا در خوردت است. همین چیزی که تو گفتی همون تو کنه باز بانمش ایلا کنم متعرض کرد نه گفتم برش هر تاج دیگرم که دستر مامان بانیم باشه کار کنه پیش خودت چشم خودت باشه کار کنه برش کار پیدا کن که از کوچه گشتن رفیق بازی گپای خود خلاص شده. همین دخترم چندان دختر چی نیست که تو بی پیش روی من یک رقم از پشتر کردیم بچه دقیقه جنگ دوا همین بخی گریزان کرد. مادر همین هر کس که یک دختر که یک بچه بگیره خب پس که به عاقبت از بره والا درست که تازی پرده کنه خب باز میخزه میره راه خدا گرفته بینی بریدگی دیگه جور میشه برای ما. اون نفهمیدم اون دختر کی رقم یک فعل فساد داره. میده یک اولی هستیم نفهمید. صبح بگاد از زیر درخت‌ها میتلبسش نفهمید. صبح بگاد از زیر دروازه و دیوالا میتلبسش نفهمید. لوک روی ناشتا بخی پس خو کنه نماز نه خدا یاد کردن نه رسولش خراب بشی بخو بخی برو کوچه سگرد پس به چی مانا داره کارا. گپ ندادیم بیاد از قضیه سرش گپ نزن چون نمیکنه نمازم میخونه خدا رو میاد میکنه توبه میگه. اگه تو هم دیگه زیادی گوره قدر بیشتر دیگه تو یک خدا نفسه یک دیوانه جور کردی رو نمیشه و من تو نماز نمیخونم تو نمیخونم تو خود اکباره اگه هم پیره کدام کار رخ داد باز تو گله نکنی خودت هم خوب پیره خبرت کردیم من تو باشیم پشم کار چی میگردی خیر است من بسیار وضعیتم خراب است هر سردرد است من یک دونه کنه یک نسوار برام بیار امروز یک دفعه که پرتم باز یک کمک حساب نرمال میباشه حال بخی وضعیتم خراب است یک مادر که 20 25 سال عمل داشته باشه یک دفعه الا کنه چی رقم جور میشه صحیح میگم پیره پس چیزی که حقیقت است ما برش گفتیم دروغ خو نگفتیم ما دختر تو هم بیرا میرا نکنه دفعی بدرات نزنه میبینی بیرا نکنه فکر بگیری باز من که تو گپ میزنم باش من سعیشت برو تقصی گپ از این نشو یا حال خدا ای رقم میگیره پیش ما را میگه سر تو مشت لغت بالا میکنم آسان است به خاطر خوبی خودت گفتیم نمیفهمه این خوبی را نمیفهمه هیچ اقدر دیره نمقه که کلان شد مادرم گفت ای فهمید قیلت خورد از دست لالا اجمل نفهمید حالا دگب موتو میکنه بان افسوس بچه میخواه که سلما را میگه برام بگی چی کنم بچه ساده خدا تو خوی خواستشون معلوم نیست برات خوی خواست سلما بلند نیست برات معلوم نیست برات میگن کت شوله نمیخوره کت آرس مالیده نمیخوره باز بچه تو را میگیره مکتب خلاص کرد خواه حالا بخیر باشی خب باید تو خلاص میکنه چرا حال خلاص میکنه نه خب حتما نکن نه سنش خورده است دیگه تازه 12 را خلاص میکنه دیگه امتحانشان خلاص شد فکر کو دیگه خلاص کرده مکتب آمادگی کنکور گرفته نه هنوز نرفته حالا اما جان خب ما کدام کار بد نکردم از این کارش که اینمی کار بد از خب من نساخته میشه خب کدام چیز بد نگفتم حالا ما هم خاموشی به زمور از جانش کشیده خود چک نکرده بدم هر بار که موبایلش هم میبینم میکت ما سر صدا میکنه قال میکنه سابق خوب بود حالا که جیباش پالیدم گفتم باش کدام اسنادش کدام پیسهش کدام کلیپ چیزاش نباشه که بوشوی موره ای چرا رقم هستین در کجا من دازینی سوزن چادرتان در غضب نشید اوه الو پای مال چطور درد گرفت سوخ گرفت دخترها چی شدین